چند تا ویدیو آموزشی پایه میذارم، حتما توجه کنید، به دردتون میخوره. این که میگن دستگاه 24 28 حالا هر چقدر کیلووات یعنی چی؟ یعنی این که ما داخل پکیجمون یک مبدلی داریم که وقتی شعله زیرش تشکیل میشه میتونه 24 28 22 هر چقدر که روش نوشته، روی اون پکیج نوشته، میتونه انرژی گرمایی ایجاد کنه. اصلا دلیلش همینه که شما وقتی که آب گرم مصرفی رو باز میکنید دیگه شوفاژها خنک میشن، سرد میشن طولانی مدت. دیگه ما شوفاژ نداریم. چرا؟ چون شیر سه طرفه توان گرمایی دستگاه رو میفرسته سمت تامین آب گرم مصرفی و شوفاژها از کار میافتن. یک شیریه که یا این ور بازه یا این ور بازه. دلیلش اینه. سوال پیش میاد این 24 کیلوواته چجوری میره برای رادیاتورها، چجوری میره برای آب گرم مصرفی؟ سوال بسیار خوبیه. شیر سه طرفه. البته این دستگاه کالوریزی شیر سه طرفه نداره. سیستمش از طریق پمپ جداسازی این 24 کیلوواته. ولی همه پکیج‌ها یک شیر سه طرفه‌ای دارن که این 24 کیلووات رو یا میفرسته سمت رادیاتورها یا وقتی که مصرف کننده آب باز میکنه میفرسته برای گرم کردن آب گرم مصرفی. این انرژی گرماییه صرف چی میشه؟ این انرژی گرماییه، حالا مثلا میگیم مثل این 24 کیلووات، صرف گرم شدن آب داخل مدار گرمایش یا تأمین آب گرم مصرفی میشه. ببینید 24 جفتشو نمیاد تأمین کنه، 24 یا میاد رادیاتورها رو گرم میکنه، این 24 کیلووات انرژی حرارتیه، یا میاد این 24 کیلووات صرف تأمین آب گرم بهداشتی میشه. اما تو پکیج های تک مبدل ما شیر سه طرفه نداریم. این فرستادن سمت آب گرم مصرفی یا سمت شوفاژها چجوری اتفاق میفته؟ ما اینجا اصلا مبدل ثانوی هم نداریم. از طریق پمپ وقتی که آب گرم مصرفی باز میشه این پمپ از کار میفته. وقتی پمپ از کار میفته دیگه گردش آب توی رادیاتورها رو نداریم، پس کل توان مبدل میره برای تامین آب گرم مصرفی. اما به محض اینکه مصرف کننده آب گرم رو میبنده پمپ شروع به کار میکنه و توان گرمایی دستگاه میره برای شوفاژها. و اما یک سوال مهم که من از شما میپرسم، چرا وقتی که پمپ از کار میفته توی آب گرم مصرفی آب توی مبدل جوش نمیاد؟ برام کامنت کن ببینم چقدر بلدی. البته که همتون واردید. مرسی.